در یکی از روزهای سرد پاییزی سال 1916 در جبهه غربی جنگ جهانی اول، سربازی جوان به نام پیر در سنگر خود نشسته بود. او که تنها 19 سال داشت. از روستایی کوچک در فرانسه به جنگ فراخوانده شده بود. سنگر پر از گلو بود و بوی باروت و رطوبت در هوا پیچیده بود. صدای انفجارهای دور و نزدیک مدام به گوش می رسید و آسمان خاکستری رنگ غم و اندوه را بر دوش سربازان سنگینی می کرد. پیر نامه‌ای از خانه دریافت کرده بود. نامه‌ای از مادرش که در آن از روزهای خوب گذشته نوشته بود و از اینکه چقدر منتظر بازگشت او بود. پیر نامه را بارها و بارها خواند و اشک در چشمانش حلقه زد. او به یاد روزهایی افتاد که در مزرعه کار می کرد و شبها زیر آسمان پرستاره با دوستانش به قصه گویی می پرداخت. اما حالا تنها چیزی که می دید سنگرهای خیس و چهرههای خسته سربازان بود. ناگهان فرمانده فریاد زد: آماده باشید، حمله نزدیک است. قلب پیر به تپش افتاد. او به یاد خانواده‌اش افتاد و به این فکر کرد که شاید دیگر هرگز آنها را نبیند. با این حال به همراه دیگر سربازان از سنگر بیرون آمد و به سمت خطوط دشمن حرکت کرد. گلوله ها از کنار سرشید می کردند و فریادهای سربازان در هوا طنین انداز بود. در میان هر جو پیر سرباز دشمنی را دید که به سویش می آمد. چهره او نیز پر از ترس و خستگی بود. برای یک لحظه چشمان آن دو به هم دوخت. پیر متوجه شد که او نیز جوانی مثل خودش است. شاید تنها تفاوتشان در زبانی بود که به آن صحبت می کردند. اما قبل از اینکه بتواند فکر کند، صدای شلیکی بلند شد و سرباز دشمن به زمین افتاد. پیر به سنگر بازگشت، اما آن چهره تا مدتها در ذهنش باقی ماند. او نمی توانست درک کند که چرا انسانها باید یکدیگر را بکشند. جنگ برای او دیگر فقط یک نبرد نبود، بلکه نمایشی از رنج و بی‌معنایی بود. شب هنگام پیر به آسمان نگاه کرد. ستاره ها همچنان در آسمان می درخشیدند، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. او نامه مادرش را دوباره خواند و آرزو کرد که روزی صلح بازگردد و او بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد. اما در عمق قلبش می دانست که بسیاری از رویاهایش در این جنگ دفن شدند و این گونه بود که جنگ جهانی اول نه تنها زمینها بلکه قلبها و روح‌های بسیاری را نیز ویران کرد.